اینی برنامه تیک تاک روزانه 300 پوند که 30,000 افغانی میشه برای تو از فقط از دیدن ویدیو درآمد میده. این ضرور نیست که تیک تاک تو پروفشنال باشه، ضرور نیست که تیک تاک تو در نمبر خارجی جور شده باشه، ضرور نیست که در هر کشور که باشی خلاصه این برنامه کار میکنه. ببینین که ما از این تیک تاک اینا تقریبا چقدر عاید کردیم فقط از دیدن ویدیو. طریقه شما براتون میگم دوستای عزیزم، شما باید برای از این برنامه علاقه نشان بدین تا که برنامه در بخش ستینگ امی تیک تاک شما بیاید. چی رقم علاقه نشان میدین؟ مثلا این ویدیویی که ما درباره از امی واچ اند ارن جور کردیم، شما اولین کاری که میکنین اینی علامه شیر را میزنین ولی با کس روانش نمیکنین. اگر با کس روان کنین خیر، اگر نمیکنین اینجا کاپی لینک میکنین که تیک تاک بفهمه که شما برای از این برنامه دلچسپی دارین و یک کامنت نوشته میکنین که من میخوایم که در این برنامه شراکت کنم، یا با انگلیسی نوشته میکنین یا با فارسی نوشته میکنین. کامنت ما براتون دیگه نوشته میکنم، شما این کامنت رو ببینین و این رقم در اونجا در کامنت بر من نوشته کنین و لایکشون میکنین و فالو هم اگر کردین، به خاطر که چقدر که شما دلچسپی نشان بدین اونقدر زودتر امکانش هست که برای شما این برنامه انستال شوه و این برنامه 100% حقیقت است، به خاطر که در آمریکا تیک تاک از بین میره. این برنامه را کشیدن که مردم بتونه از تیک تاک آزادانه عاید کنن. بعد از این میرین در جایی که سرچ میکنین نام مردم هم میخواین که نام مردم پیدا کنین، یک نوشته میکنین واچ اند ارن. وقتی که واچ اند ارن نوشته میکنین، این رقم کسایی که مثل ما در این برنامه ویدیو جور کرده، شما در اونجا مینامت کامنت نوشته میکنین و این رقم سر شیر کلیک میکنین و لینکش کپی میکنین و یک کامنتش میکنین و فالوش میکنین که تیک تاک بفهمه که شما به رازی علاقه دارین و این برنامه را در تیک تاک استودیو که میرین در بخش درآمدزایی هایتون این برنامه اضافه میشه. وقتی که واردش میشین اینا ما براتون طریقش نشون میدم. ببینین که ما از این تیک تاک اینا تقریبا چقدر عاید کردیم فقط از دیدن ویدیو. اینم براتون نشون میدم. وقتی که وارد میشین دیگه ببینین، وقتی که وارد از این برنامه میشین کاملا عین صفحه تیک تاک براتون یک ویدیو میاد که شما ویدیو را دیده میرین و بعد از 24 ساعت برای شما عایدش اینجا نوشته میشه. این اینجا میبینین که عاید من نوشته شده که من از فقط از واچ اند ارن که یعنی دیدن و عاید کردن از اینی برنامه ما پیسه پیدا کردیم. خواستم که ما برای شما ایره بگویم در تمام دنیای کار میکنه. دوستا عجله کنین، شما این کارایی که من گفتم کامنت کنین که من میخوایم در این برنامه اشتراک کنم و لینکش کپی کنین و لایک و فالو حتما کنین، به خاطر که تا 3 روزه برای 3 نفر که شما می رقم کامنت کنین خودش اتوماتیکلی به تیک تاک شما اضافه میشه. کلا گیتونه دوست دارم. بازم اگر کدام سوال داشتین از ما بپرسین. السلام علیکم و رحمت الله.